اگه این ماساژ روی ورزشکار پیاده بشه میتونه عملکردش رو تا 10 برابر بهتر کنه. بریم ما هم ببینیم. توی طب ایرانی 2 نوع ماساژ داریم تحت عنوان دلک ملین یا استعدادی و دلک مسکن یا استعدادی که این 2 نوع ماساژ بلافاصله قبل و بعد یه ورزش یا یه تمرین ورزشی انجام میشه. دلک ملین چجوریه؟ قبل از شروع تمرین برای آماده شدن مسابقه یا تمرین انجام میشه، با سرعت پایین و فشار پایین شروع و در انتها به سرعت و فشار بالا ختم میشه. دلک مسکن حالا چجوریه؟ دلک مسکن دقیقاً برعکس اینه که بلافاصله بعد تمرین انجام میشه و با سرعت و قدرت بالا که عضله رو خوب گرم بکنه و کم کم به سمت سرعت و قدرت پایین میره که اون بحث سرد کردن عضله رو همراهش داشته باشیم و حتما باید همراه با تنفس عمیق باشه. توضیحات بیشتر رو براتون توی کپشن نوشتم، در ادامه بریم تکنیک‌ها رو ببینیم. دلک ملین یا استعدادی همونطور که گفتیم برای قبل از تمرین یا مسابقه هستش و با فشار و سرعت پایین شروع میشه و نهایتاً به فشار و سرعت بالا میرسه. همونطور که توی تصویر می‌بینید میتونید تکنیک‌ها رو مطابق فیلم روی مراجعه کننده یا ورزشکارتون پیاده بکنید. دلک مسکن دقیقاً برعکس این میشه و حتما باید با پیچاندن همراه بشه و با فشار و سرعت بالا شروع بشه. دقیقاً همین کلیپو اگر برعکس کنیم میشه دلک مسکن و نهایتاً با فشار و سرعت ملایم ختم میشه.